وقتی این وصیت رو می‌نویسم ساعت 2 شبه. من تنها نشستم و صدای جیرجیرک داره روی مخم میره. اوه، چه جالب، صداش قطع شد. انگار فهمید که چی گفتم. خدایا ممنونم ازت. حتی نمیدونم چرا قلم دستم گرفتم. مالی دارم، ملکی دارم. حتی بعید میدونم کسی این وصیت‌نامه رو بعد از مرگم بخونه. چون من همیشه تنها بودم. همینطور که به کف زمین زل زدم و پام رو میخارونم، دارم فکر میکنم که من واقعاً توی وصیت‌نامه‌ام چی بنویسم. شاید دیوونگی باشه که ساعت 2 شب در حالی که نشستم توی ایوون و این خارش پا منو به این فکر انداخته که بهتر این پام رو قطع کنم، ناگهان تصمیم به نوشتن وصیت‌نامه کرده باشم. خیلی خوب، بهتر تمومش کنم و به این فکر افتادم که قلم و کاغذ رو کنار بگذارم. ناگهان چیزی به من میگوید تو زنده نمیمانی. شاید راست میگفت. به حرفش اعتماد کردم و دوباره قلم و کاغذ رو برداشتم. دوباره آن صدا گفت دارایی چیست؟ از آن بنویس. خونه، ماشین، همسر، بچه. خب خدا رو هیچ کدومش رو ندارم. تنها دارایی من تنهاییه. خب این انتخاب خودم بوده. چون من از آدما خوشم نمی اومد. همیشه سعی می کردم اونها رو مورد انتقاد قرار داده باشم و با خودم بگم که آره دیدی چقدر اخلاق بدی داشت؟ بهتره باش ارتباطی نداشته باشم و بعد احساس غرور می کردم. من تنهایی رو دوست داشتم، اما از اینکه تنها هستم همیشه گله می کردم. هنوز که هنوزه همینطورم. به طوری که اگر همین الان بهم پیشنهاد یک تور خارجه دور دنیا داده بشه، قطع به یقین قبول نمی کنم. آخه کدوم احمقی همچین پیشنهادی رو میتونه رد کنه؟ دوباره در گوشم میگه فقط از پس تو برمیاد. شاید به این دلیله که من ساعتها حرف میزنم، میخونم، گریه میکنم، افراد رو مسخره میکنم، اما ناگهان میبینم تنها هستم. خب مسلما توی تور سفر به دور دنیا نمیشه همچین کاری کرد. به راستی که هر کسی این وصیت‌نامه رو میخونه مسخره ترین وصیت‌نامه زندگیش رو خونده. به طوری که با خودش میگه همان بهتر مرد. مردک بی مصرف. دلم میخواد با اون حرف بزنم اما نمیتونم. انگار از پشت با دو دستان احتمالاً سیاهش جلوی دهانم رو گرفته و سرش رو نزدیک گوشم آورده و در حالی که گرمای نفسهاش رو به گوشم حس میکنم میگه فقط من حرف میزنم. تمام سالهای زندگیم همین بودم. به حرفای دیگران گوش میدادم اما خودم ساکت. حس میکنم وجود من در این دنیا به این دلیل بوده که مثل یک سطل آشغال قرقرای دیگران باشم، در حالی که خودم از کینه و آشغال پرم اما چیزی نمیگم. به بالا سرم که نگاه میکنم ماه را میبینم. گویا درخششش باعث شده ستارگان تنهایش بگذارن، مثل من. در حالی که باد با دستای خنکش نوازشم میکند به این فکر میافتم که شاید تنها کسی که این نامه رو بعد از مرگم میخونه خودم هستم، چون من هرگز نمیمیرم. معنی این حرفم رو شاید کسی نفهمه، شاید هم بفهمه، نمیدونم. بسه. ناگهان به خودم لرزیدم و اون به من گفت بس. راست میگه، بیشتر از این تحمل ندارم. چون خیلی وقته که صدای اون جیرجیرک دوباره بلند شده. انگار داره اپرا میخونه. به هر حال انگاری اونم تنهاست و داره به روش خودش وصیت‌نامه‌شو مینویسه. دوستدار خودت، ومپی.